بیان نفتمون رو ببرن، من ترجیح میدم مستعمره آمریکا باشم تا مستعمره چین باشم. بعض وقتا آدم‌ها برای اینکه ذهن خودشون رو راحت کنن سعی می‌کنن همینجور ساده بکنن با یه چیز راحت. من می‌خوام مستعمره این باشم تا مستعمره مثلا چین باشه. چین چه کشوری رو تحریم کرد؟ کجا رو بمب زده؟ کجا رو کودتا کرده؟ تنها کاری که داره می‌کنه تجارت با کشورها. حالا سود خودشون می‌خواد، اون میگه من نفت ارزان‌تر می‌خرم، ولی تجارت می‌کنه. اون نمیشه بهش ایراد گرفت. و نمیاد بگه آقا شما چه حکومتی داشته باش، آقا اگه نکنی من تو رو قم میزنم. تنها ادعایی که داره اون تایوانه که حالا تاریخچه خودشونه که میگه مال خودمونه، حالا تاریخ خودشونو دارن. اونا اصلا رفتارشون قابل مقایسه. ولی الان آمریکا رفتار هژمونیک و استعمارگرانه خودشون دارن میگن دیگه. من دیگه ادعا نیست وقتی میگن نیمکره غربی مال ما، رئیس جمهوری کشور رو برداشت. لازم نیست شما تو سیاست باشین و الان پسر 10 ساله منم بهش بگیم میگه این چرا این کارو کرد. خب این فقط رفتار چه امپراتوریه، رفتار استعماریه. هم مثل مصدق مال ما بود. حالا مخفی هم نمیکنن خوشبختانه. قبلا میگفتن دموکراسی و آزادی اینجوری، الان میگن نفتتون رو میخوایم بفروشیم خودمون، حالا اگه دیدیم لازمتون بود بهتون میدیم اگه بچهای خوبی باشین. قبلا میتونستیم بحث کنیم مثلا بگیم نه میخوان اونجا دموکراسی، الان که عملا دارن میگن ما داریم نفتتون رو میبریم. یا آقا روسیه قرار بود به ما هواپیما جنگنده بده نداد. بله بد کرد، بد قولی کرد، ولی همینه. در این حده روسیه که نمیاد بمبارون کنه شما، تحریم کنه. رفتارشون رفتار امپراتور نیست، رفتار استعمارگر نیست که بگی شماها پزنتی، رعیت منی. الان آمریکا رفتارش اینه، شما رعیت مایی، باید هر چی که ما میگیم انجام. چین و اینا اینجوری نیستن، تو منافعشونه.